درود. خب الانم اومدیم سراغ نیک فیوری و یکی از کمیک های مکس. حالا این فرقش چیه با کمیک های دیگه؟ اونم اینه که یه شدت خشنه و همینطور هم پر از الفاظ رکیکه که بدون سانسور براتون تعریف کنم، هم الفاظ رکیکش هم اورجینالش. بریم سراغ ویدیو. خب اولش شروع میشه نیک فیوری رو میبینیم که داره همه رو میکشه و بیگناهایی هم میبینیم که دارن آسیب میبینن و کشته میشن و خیلی بیرحمه نیک فیوری. و بعد یه تحرش انجام میدیم به اداره شیلد و اونجا دیگه نیک فیوری بازنشسته شده و رئیس جدید شیلد داره به همه نشون میده که ما اینجا خیلی پیشرفت کردیم و بدون وجود شما هم میتونیم به قدرت خیلی زیادی ادامه بدیم. از این زندگی راضی نیست اصلا نیک فیوری و یه پسری بهش میگه که بیا توی مسابقات وزنه‌برداری بیا تماشاگر شو، جایگاه ویژه هم بهت میدم. بعد وقتی که رفت میخواست وزنه رو بلند کنه میگه که ناامید نمی‌کنم عمو فیوری. بعد یه نفر دیگه کنار فیوری بود دیگه که عمو فیوری دیگه کیه؟ بعد نیک فیوری هم اونجا میگه نمیدونم. بعد میگه که الان این کیر خرابانه نشکنم، ولی اینقدر سنگین بود که کمرش شکست. نیک فیوری خیلی براش ناامید کننده شده بود و حتی دستشو گذاشت روی صورتش و ناراحت بود. میرم پیش دکتر در مورد این حرف میزنه که باید ببرین جراحیش بکنیم و نیک فیوری هم خیلی اعصابش خراب بود. یه تفنگ میذاره رو سر پسره وقتی خوابه، ولی همون لحظه یاده داداشش میفته، منظورم رفیقشه، که میگه که پسرمو به تو میسپارم، ولی اون میگه که خدایا چرا این شکنجه رو برای من گذاشتی آخه. فیوری میبینیم که توی یک هتله و اونجا میره کنار بار مشروب بخوره که اتفاق خاصی نمیفته غیر از این که یه یاروه میبینه که اون یاروه خیلی مهمه. دقت کنید این یاروه واقعا مهمه، حالا اینا تو ذهنتون بسپارید جلوتر رفتیم مهم میشه. و بعد میره طبقه بالا پنت هاوس همون هتل، بعد یه جای پر از جنده است. بعد میره توی بالکن و میگه خدایا خواهش میکنم فقط یه دونه ماموریت دیگه به من بده. جلد اول شروع جلد دوم. اون پسره رو میبینیم که بردتش باغ وحش و داره میگه که اما من فکر میکردم که حتی نمیتونی یه لحظه مرخصی بگیری دیگه، چه برسی به این که یه روز کامل. بعد نیک فیوری پرتش میکنه توی قفس ببرا و وقتی دارن پسره رو میخورن میگه که اما حالا خوشحال باش دیگه شهرم راحت شدی، ولی الان میتونی به راحتی با همه زنای دنیا حتی خوشگل‌ترینشون بکنی، پولم تازه ندی. یعنی داره بهش تو بکن در روی همین. بعد از اون میبینیم که نه این همش خیالات توی سر نیک فیوری بود، هنوز توی فکر این هستش که پسر رو بندازه جلوی ببرا. بعد از اون نیک فیوری میره خونه دوستش و بعد از این که اونجا میره ما میبینیم که تلویزیون یه یاروی داره حرف میزنه، ژنرالی، که همون یارویی که توی هتل دیدیم دقیقا کنار اونه. گفتم بهتون شخصیت مهمیه ولی اونجا زیاد مهم نبود. تو اونجا اتفاق خاصی نمیفته، ولی میره توی شیلد و اخطار میده در مورد یه جزیره ای که هایدرا تسخیرش کرده که دقیقا همون جزیره همون ژنراله بود. بعد یهو ماموران هایدرا میریزن تو خونه، شروع میکنن به تیر زدن بهش، اما فیوری خیلی قوی‌تر از این حرفاست. دارید میبینید دیگه چیزی نمیگم. خیلی خوب باشه، دارم میام سراغت. بعد میپریم توی همون جزیره که هایدرا اشغالش کرده. پایان جلد 2 و شروع جلد 3. اولش یاروی میبینیم که شدن میدش که بهش میگن کلکری. اون یاروه رو که تو بار بود و میبینیم که کنار همون ژنرال است که تو تلویزیون بود. خیلی با هم دیگه رفیق شدن و حتی براش داره سیگارش رو روشن میکنه، اینقدر ازش خوشش اومده. میگه خیال تخت قرار جزیره رو حسابی آبادش کنیم و حسابی درست درجای درست درمونی اینجا بشه. بعد دختره همون ژنراله رو میبینیم
که اومدن دنبال همون مرده و بعدم دارن میرن پدرش این مواظب باشید که زیاد خوشگذرانی نکنید، ولی میگن که چه؟ ولی ببین اینجاش خیلی خیلی مهمه، تو ذهنتون نگهش دارید، خیلی مهمه. برمیگردیم به شیلد. باشگاه شیلد رو میبینیم که استاد دارن تمرین میکنن و فیوری داره آماده میشه برای عملیات. ناگهان توی همه سربازاش یه یاروی میبینه که دقیقاً عین مدیر فعلی شیلده. بهش میگه تو اینجا چه گوهی داری میخوری؟ و اون پسرم میگه قربان، من در واقع برادر دوقلوی اونم غیر از خواهی مالی هیچ کار دیگه ای کلا نمی کنه. بعد رئیس فعلی شیلد رو میبینی که داره سخنرانی میکنه با خبرنگارا و داره همینجوری چرت و پرت میگه. بعد از آقای فیوری میخواد که بیاد اونجا و درباره عملیات اطلاعات محرمانه رو بیاد لو بده، ولی نیک فیوری میاد میپیچونش و میبرش اونجا و حسابی سرزنشش میکنه. مشخص این شیلد خیلی خیلی فاسده. بعد دو نفر رو میبینیم که از توی زیرگیری دارن میرن به سمت همون جزیره، ولی کله کیری همه‌شون شروع کرد به کشتن و مشخصه که حسابه اون جزیره رو قرق کردن که نمیتونه کسی جون بخوره بدون این که این خبر بشه. ولی فیوری رو میبینیم که با چتر نجات با بقیه شیلد دارن میپرن پایان جلد 3 و شروع جلد 4. همون اول کاری میبینیم که کسی که تو زده هوایی بوده رو روده هاشو کشیده بیرون نیک فیوری و کله کیری و اون ژنراله دارن اونو میبینن و خیلی عصبانی شدن و یه بدبخت هم گرفتن حسابی خور و خاک شیرش کردن و گرفتن جلوی بقیه که نشون بدن که بدون عواقب نخواهد بود. حتی اینقدر وحشیانه باش برخورد کردن که جلوی همه سرشو کلا برگردوندن، گردنش فقط نشکستن، کلا سرشو برگردوند. نیک فیوری هم رفته توی جزیره و داره هایدرا رو بیرون میزنه با یه مش آدم وحشی تر از خودش، به قدری که یه مار که بیاد سمتش ماره باید از این بترسه نه از اون. از مار کیف میسازه تو همون مدت کوتاه. بعد دخترای همون اون ژنرال رامی که برگشتن خیلی داره قومون صدقش میره، وقتی اونو دور میشه میره ماشینشونو که داره میگرده یه کاندوم استفاده شده میبینه توش. به به فهمیدید که چی شد؟ اگه نفهمیدید دوباره بزنید عقب، دوباره از اول میبینید بفهمید منظورم چی. از اون برمیگردیم به نیک فیوری که براش نامه آوردن. حالا از کی؟ همون پسره که نیک فیوری تا اینو میبینه حسای عصبانی میشه و میگه اصلا چجوری همچین کاریو تونسته بکنه اصلا. ژنراله هم میره پیش همون مأمور هایدرا و بهش میگه که آقا من توی ماشین دخترم یه کاندوم استفاده شده پیدا کردم. همون هایدرا میگه همین فکر کردم نفوذی‌ها رو پیدا کردی. با آرامش همون جوری که من گفتم. بعد اون داد میزنه، من نمیتونم براتون داد بزنم وگرنه خرابش میکنم. مادر جنده دارم میگن که با دخترم. آره مأمور هایدرا هم کله کیری رو میفرسته جلو که بگه که اگه الان میبینی که با دخترت آره برو خدا شکر کن، چند وقتی که میام با خودت آره، اگه پاکت از گیریمت دراز سر کنی همه تونو همین الان میکشم. میره جلوتر اون ژنرال رو میبینیم که فیوری گیرش میندازه و همین طورم دور اطرافیشاشو میکشه و میگیره. پایان جلد 4 شروع جلد 5. همونجا میبینیم که فیوری تفنگ کرده تو حلق اون ژنراله و میگه بعد همین الان ما بریم سراغ تلویزیون و چیزی که من میخوام باید بگی وگرنه عواقبش خیلی سنگین خواهد بود. بعد میگه که ببین من ده خوشی من نظرش ندارم، باید همکاری میکنم میبرمت مستقیم توی تلویزیون. فیوره میگه که اتفاقا باید همکاری کنی چون چند دقیقه دیگه قرار همه چی بره رو هوا، چون ما تا امروز وقت داشتیم اگه الان نری تو تلویزیون و حرف نزنی جزیره رو بمبارون میکنن، باید سریعتر از راه بیفتیم. میرن دختره اون یارو رو آزاد میکنن، ولی اون یارو مأمور هایدرا همون اسمش گاگارینه فهمیده که فیوری بهش حمله کرده، برای همین یه لشکر کامل و شامل کله کیری هم هستش فرستاده اونجا و غیر از نیک فیوری هر کسی اونجا بود و کشت. وقتی که داشت خیلی تیکه تیکشون میکرد فیوری برمیگرده یه اردنگی به اون ژنراله میزنه که بگه احمق یه گم شو دیگه، چون خیلی زر میزد در حالی که باید همین الان میرفت توی تلویزیون و میگفت که اینا اینجا رو گرفتن و
خواهش میکنیم که دیرتر حمله کنید و ما داریم آزادش میکنیم اینجا رو. بعد یه بمب پرت میکنه اونجا، منفجر میشه و همه هایدراییان غیر از کله کیری و این یاروه نزدیک شبکه شروع میکنه اینا رو کشتن. نیفیوری و میره داخل و حساب امنیتی میکنه و همون پسره که داداشش الان رئیس شیلده برده بالا که مواظب باشه که کسی نیاد. اونم گاگارین خیلی عصبانیه، داره میاد جای تلویزیون، فهمیدم اونجا رفتن، میگه که آتش بس شریک نکنید، بیا فقط حرف بزنیم. میگه که باشه حرف بزنیم، میخواد حوس اون یکی رو فرد کنه. از پشت نیرو میفرسته که وارد تلویزیون بشن، ولی اون زیر میانه مأمور گذاشته که اینا رو بکشه و همونجا که میبینه که دستش به جای بند نیست و یه چیز نمونده که پخشو شروع کنن، یهو ماهور رو هایدرا میترکونه که نتونن پیام بفرستن و دقیقا همونجا هم یه تیر میزنه توی سر همون جنراله، تفنگ تک تیرانداز. نیک فیوری هم خیلی عصبانی شو میگه کیرتوش. شبکه میاد بیرون و میبینه که دختر ژنرال همون اطرافن و کلکیرین تازه همونجاست. دختر رو میگن که اگه ما نجات بدی برات ساک میزنیم. دختر رو داره میبره یه جای دیگه پیش همون ماموره که الان داداشش رئیس شیلد شده که میبینه اونم زدن کشتن که همونجا شروع کنه داد زد گاگارین و گاگارین هم میگه فیوری. پایان جلد 5 و شروع جلد 6 و پایانی. اون بارون بالاخره شروع میشه و گاگارین هم مامورش هایدرا خیلی خوشحاله. اطرافیانش میگن که چرا خوشحالی، الان ما شکست خوردیم. داره میخنده و میگه که هنوز نه، ولی قبل از اینکه چیز درست درمونی بگه، فیوری که الان عصبی ترین موجود روی زمینه حمله کرده و اون 2 نفر رو کشته و یه گلوله‌ای که میترکه رو بسن کرد تو جلوی کلکیری. کلکیری میترکه، گاگارین میگه که لید هست داری الان چه کیری میخوری و فیوری میپره روش و یه جنگ عجیب غریبی شروع میشه، دست خالی و اونا هم دارن جزیره رو نابود میکنن. انگشون خیلی سنگینه، اینقدر که این میفته رو زمین شروع میکنه فشار دادن کیر اون یکیش چاقو در میاره میکنه تو پای اون یکی، شروع میکنه این دماغ اونو گاز میگیره، اون یکی صورت اون یکی رو گاز میگیره. دقیقاً همون جایی که همه فکر میکنیم که کار فیوری تموم شده، چون فیوری پیر شده و الان افتاده روی زمین و کارش 100% تمومه، یهو چاقو در میاره و شکم اونو سفره میکنه. گاگارین هم میخنده و میگه ها پیروز شدی. فیوری هم عصبانی تر از همیشه روده های اونو میگیره و میگه نه حرومزاده، هیچ کس پیروز نشد. اینقدر فشارش میده تا حال بره خودش و بعد مأمور هایدرا میکشتش سمت خودش گوششو و یه چیزی میگه که ما نمیفهمیم. بعد میپریم توی مقر شیلد. اونجا رئیس فعلی شیلد خیلی خوشحاله که دیگه لازم نیستش که به فیوری دیگه هیچ مأموریتی بده، چون به نظرش پیر شد و مأموریت قبلی رو خراب کرده. بعد با مشت فیوری میزنتش و بعد از این که زدهتش میره و یه اسلحه گنده دستش میگیره و روی دیوار شیلد که لوگوی شیلد هم هستش شروع میکنه تیراندازی کردن و اسم همون شخصی رو که همراهش بود و مینویسه و برمیگردیم به خونش. اونجا هم بهش زنگ میزنن و میگن آخه چرا این کارو کردی، خیلی کار داغون بود و غیر از یک نفر، اونم همون شخصی در داستان دیدیمش. اونجا میبینیم که میگه که عمل جراحیم خوب پیش نرفت عمو فیوری. بعد یه فلش بک زنه میشه به همون جایی که در گوشش داشت یه چیزی میگفت، میگه که حتی اگه من این کار رو نمی کردمم تو برای اینکه خدا سرتو گرم کنی این کار رو می کردی. و بعد یوری میگه وای خدا. پایان کمیک. امیدوارم از این کمیک پر از خون لذت برده باشید. در مورد جزئیاتش باید بگم که اونجایی که تفنگ گذاشته بود رو سر اون یارو و بعد شلیک نمیکنه از فیلم لئون احتمالاً اومده، ولی نمیدونم. در مورد این کمیک هم زیاد اطلاعاتی متاسفانه نیست و ظاهرا جزء کمیک‌های
گمنام گانس انیس. و در مورد این که این یارو چرا کلش این شکلی شده بود زیادی در دسترس نیست، ولی ظاهرا صورتشو کوسه گاز گرفته. کمیک دیگه هم هستش، البته از بزرگگر، نه نیک فیور. اون یکی اگه خواستید بهم بگید شاید براتون گذاشتمش، ولی اون یکی از این خیلی باحال‌تره و معروف‌ترم هستش. تا دیگه بروز دیگه موشن کمیک خیلی کوتاه تو شورتام هست در مورد همین که فکر کنم الان دومین شورت پربازدید من باشه.